بیشتر گروه از بین رفته بود. روز دهم ملکه شروع میکنه به گذاشتن اولین تخماش. اون تخما پایه امپراتوری آیندهشون هستن. اما تخما در خطرن. خطر سوسک کندو. یه سوسک کندو وارد شده و تنها هم نیست. این سوسکا تخما رو میخورن و از بین میبرن. زنبورا سعی میکنن جلوشو بگیرن، ولی زره این سوسک خیلی محکم تر از اونیه که بشه شکستش. انگار اوضاع بدتر از این نمیتونست بشه. یه گروه زنبور سرخ وارد کندو شده بودن. اونا از گلونه نزدیک اومده بودن و زنبورا غافلگیر شدن. دیگه چاره جز این که از ملکشون محافظت کنن نداشتن. پس جمع شدن و یه دیوار محافظ دور ملکه ساختن و بعد شروع کردن به جنگیدن.